توی این چند روز هر چیزی که در مورد لاتاری میخوندم یا میشنیدم این بود که چرا سایت باز نمیشه، آیا ثبت نام لاتاری پولی شده یا نه، پاسپورت لازمه یا نه و یه عالمه سوال که برای همه و البته من پیش اومده بود و به دنبال جواب همه این سوالات اول برای خودم و بعد برای شما بودم. این ویدیو جواب همه این سوال است. سلام، من مارالم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. خب اول بریم ببینیم که چرا هنوز لاتاری 2027 ثبت نامش باز نشده. بیشتر اوقات ثبت نام لاتاری از 10 به بعد اکتبر باز میشد، ولی امسال هنوز که امروز 17 اکتبر هستیم هنوز لاتاری باز نشده ثبت نامش، ولی هر روزی که باز بشه به مدت 4 هفته اصولا ثبت نام صورت میگیره و توی همون سایتی که ویدئوی قبلی هم بهتون گفتم ثبت نام رو میتونید خودتون کاملا به صورت رایگان انجام بدید. حالا واقعا سواله که چرا تا الان یعنی نسبت به سالهای پیش ظاهراً دیرتر باز شده ثبت نام لاتاری. فکر میکنم دلیلش اینه که یک سری اما و اگرها و تبصره های جدید داره وارد این داستان میشه و برای در واقع قطعی شدنش ظاهراً دولت آمریکا نیاز به زمان بیشتری داشته که حالا اون تصمیم گیری قطعی بشه و بعد ثبت نام باز بشه. حالا اون اما و اگرها و سوالها چیان؟ یکیش اینه که آیا واقعا هر کسی که میخواد ثبت نام کنه نیاز به پاسپورت داره؟ آیا ثبت نامش پولی شده یا نه؟ خبر و حدس و گمانی که بیشتر از هر چیزی امسال در مورد لاتاری ترکید این بود که ثبت نام لاتاری پولی شده. دولت آمریکا اومده گفته که به احتمال خیلی زیاد از امسال دیگه لاتاری رایگان نیست و شامل هزینه میشه. البته هزینهش $1 برای هر نفره، اما هدف از این قانون درآمدزایی برای دولت آمریکا نیست. هدفش در واقع اینه که جلوی ثبت نام‌های تقلبی یا خیلی زیادی که توسط ربات و اینا اتفاق میفته و همینطور سایت ها و شرکت های واسطه و کلاهبردار رو بگیره. از یه طرف هم انقدر اون مبلغ رو ناچیز قرار داده که هر آدمی که میخواد در واقع ثبت نام بکنه بتونه از پسش بر بیاد، چون خیلی مبلغ جزئیه و قابل پرداخته برای هر آدمی که تازه اینم هنوز تصویب و 100% قطعی نشده. مورد بعدی جنجال برانگیز اینه که هر فردی که میخواد ثبت نام کنه حتما باید پاسپورت داشته باشه که اینم باز در حد پیشنهاده. وزارت خارجه آمریکا این پیشنهاد داده که هر فردی که میخواد ثبت نام لاتاری انجام بده توی اون فرم الکترونیکی که داره پر میکنه حتما یک عکس و یک اسکن از اون صفحه بیوگرافی پاسپورتش باید آپلود بکنه که اینم فعلا تصویب نشده و در حال بررسیه، ولی چون خیلی احتمالش زیاده که برای امسال هم اگه تصویب نشه برای سالهای دیگه حتما تصویب میشه و اجباری میشه. پس اگر که پاسپورت ندارین یا پاسپورتتون تاریخ انقضاش رو به اتمامه، یعنی نزدیک به تاریخ منقضی شدنه، حتما زودتر اقدام بکنین که برای دقیقه آخر نمونه که دچار استرس بشین. بازم یه نکته حیاتی و هشدار مهم اینه که توی سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا شما میتونین ثبت نامتون رو انجام بدین. پس یکی این که ثبت نام لاتاری هنوز شروع نشده، احتمالاً 2-3 روز دیگه یعنی از 18-19 اکتبر شروع میشه. به احتمال خیلی زیاد از امسال ثبت نام لاتاری $1 هزینه داره و باز به احتمال خیلی زیاد داشتن پاسپورت الزامی میشه، اما هنوز هیچ کدوم از اینا تصویب و 100% قطعی نشده، اما انقدر احتمالش بالاست که اگر برای لاتاری امسال نشه برای لاتاری سالهای آینده 100%. من اینجا
توی کانال خارجستان دقیق ترین و جدیدترین خبرهای مهاجرتی رو براتون میارم بدون هیچ شایعه و حاشیه‌ای. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی دکمه قرمز رو بزن، زنگوله رو روشن کن که ویدیوها رو از دست ندی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. منتظر خبرها و ویدیوهای جذاب هفته‌های آینده باشید. خیلی مراقب خودتون باشین. خداحافظ.